سلام دوستان عزیز، امیدوارم حال همگی خوب باشه. دوستان عزیز، امروز در این آموزش تیشرت دخترانه رو داریم که برای کودک هاست. این ست مادر و دختر هسته که در جلسه قبلی روی پارچه که قیچی کردیم، یعنی الگویش کشیدیم، الگوی مادر بود. امروز برای دختر است که تیشرت کودکان میشه حساب کرد. خب این را دقت داشته باشین که یک سری فرمولا داره که با زنانه یک کم متفاوت است که از خود اندازه‌ای که شما میگیرین به دست میاد. خب دوستان، من پارچه را به این حالت که هسته، خب این را یک تا میزنم، این تایی که میزنم یا قادی که میزنم باید به اندازه یک چهارم دور باستن که بزرگترین قسمت بدن است به اضافه 4 سانت 5 سانت شما آزادی در نظر بگیرین، بعد همون مقدار تا بزنن. خب ما حدود 24-5 سانت لازم دارم ببینم این 24-5 سانت برای من میته یا نه. این 24 سانت است که من 1 سانت دیگه میره تا بکنم به این صورت. دوستا پارچه رو من به این حالت گونیا کردم و تا کردم. این میشه مرکز کارم، یعنی وسط، پیش یا پشت فرق نمیکنه. من اول پشت کارم میکشیم، پشت کار است. خب بالای کار من باید طبق معمول مثل همیشه باید گونیا بکنم. دوستان عزیز، شما اگه الگوی کودک یاد ندارین، در کانال هست، الگوی اولش براشتان آموزش دادیم. خب یا شما این اندازه گیری رو مثلا روی تیشرت مورد نظرتان اندازه بکنین، یا مثلا کودک که در خانه دارین میخواین برایش تیشرت بدوزین، باید اندازه‌اش رو بگیرین. خب یکی از اندازه‌ای که خیلی برای اندازه گیری کودک مهم است، دوستا قد بالاتنه کودک است که شما از قسمت پشت باید اندازه بگیرین، نه از قسمت پیش. قسمت پیش نمیتونین درست پیدا کنین، ولی از قسمت پشت کار باید قد بالاتنه کار رو پیدا بکنین. قد بالاتنه خیلی نقش اساسی داره. خب من قد بالاتنه که دارم اینجا 35 تا 35 تا رو من 1 سانت کمش میکنم، 34 سانت علامت میزنم. شما دوستا تا خط کمر رو نداشته باشین، خط واسطه رو به دست آوردن نمیدونن. خط واسطه چگونه به دست میاد؟ این می اندازه که چه خود تقسیم شده 34 تقسیم بود بشه 17 سانت. بازم منهای 2 سانت میکنن. باز شما اگه کودک مثلا عسک میتونه اندازه گیریش روی باستن، روی خود بدن کودک، بلندی کمر، بلندی بالاتنه رو بگیرن. یک از فرمولایش است که هرچه قد بالاتنه بود منهای 1 بکنن، بعد دوباره تقسیم 2 بکنن. تقسیم 2 کردن بازم 2 سانت ازش کم بکنن. خط باستن با وجود میاد که ما حتما خط باستن لازم داریم به خاطر آزادی که روش داده میشه. و اندازه دیگه که دل بخواست که شما قد اودی یا تیشرت که در نظر میگیری با این الگو شما میتونن اودی هم برش بزنن. قد کار است که قد تیشرت که دل بخواست من 57 سانت در نظر گرفتم دوستا. حدود 4-5 سانت هم پارچه گشباف بهش اضافه میشه. قد کاملا سلیقه‌ای است، شما هر چقدر دوست داشتین قدم میگیرن دوستا. پس خطا کشیده شد. من تا این قسمت که 1/4 دور باستن میگیرم به اضافه 3 الی 4 سانت میکنم که از این 4 سانت که اضافه میکنم حدود 1 سانت شق دوخت میره. 3 سانت دیگهش میمونه، یعنی 3-4 یعنی 12 سانت ما دور باستن آزادی داده. شما یعنی بر تیشرت اگه میخواین جذب باشه که باید همون 1/4 اضافه 1 سانت بکنین. اگه میخواین نرمال باشه همین 3 سانت باید آزادی بدین. از این بزرگتر هم بگیرین که خب آزادی باز دست خودتون از سلیقه‌ای است، میتونن 3 سانت 4 سانت 5 سانت آزادی بدین. خب فعلا من نتیجه که اندازه که داشتم با اضافه 4 سانت من برش آزادی دادم. من این از قسمت پایین کار گونیا میکنم و طرف بالا
این قسمت باسن هم حتما باید این اندازه رو داشته باشه، چون اندازه کمر اصلا در اودی لازم نداریم در تیشرت، ولی خب تا این قسمت باید همین اندازه باشه که تنگ نشه لباس ما. این قسمتش خوب فرق میکنه دور سینه باشه. اندازه بعدی که دوستا لازم داره، شما همین اندازه 17 سانتی که اینجا 34 سانتی که گرفتیم تقسیم 2 میکنیم میشه 17 سانت، تقسیم 2 که شدیم میشه 17 سانت و اضافه 2 سانت میشه 19 سانت. این 19 سانت دوستا خط کف حلقه کودک به این گونه باید اسمه. شما باید حتما خیلی دقیق قد بالاتنه رو بگیرین، قد بالاتنه گرفتین تقسیم 2 میشه و به اضافه 2. خب شما میتونین به اضافه 3 بکنین، اگر صرافون بود یا آستین حلقه‌ای خوب میتونین هیچ عددی رو اضافه نکنین که حلقه کم بالاتر بیه. خب دوستان میبینیم که ما اندازه که لازم داشتیم تا این قسمت به وجود آمد. فعلا دور سینه رو دوباره میگیریم و دوباره آزادی برش میتیم. همین آزادی بین 4 سانت و بالا رو میتیم که حدود 22 سانت. دوستان میبینید که از قسمت کوچکتر است از قسمت باسن. خب ما ایره میگیم به اینی حالت میتونیم تا قسمت کمر، چون کودک ها قسمت کمر رو دور سینه‌اش یکی است با خطش صاف بین و از قسمت کمر با پایین میتونین به این حالت کار رو بکشین. دوستان ممکنه اندام کاملا متفاوت باشه، ممکنه یک اندازه باشه، ممکنه کوچکتر باشه. اگه کوچکتر بود شما میخواد صاف برین، اگه اندازه بود که دوباره باز میخواد صاف برین. خب این اندازه‌ای که ما گرفتیم بزرگتر است، خب از خط سینه بیرونتر رفته، یک چیز نرمال است، اندام‌ها فرق میکنه. و اندازه بعدی که ما داریم دوستا تیره پشت یا کارور است که دوباره همین آزادی کارور اصلی رو میگیرین، بعد همین آزادی رو برش اضافه میکنن که حدود دوستا 30 سانت 28 سانت خود کارور بوده که من اندازه زدم روی بدن کودک. خب ایس 28 سانت دوستان که عقد دوخت میشه 30 سانت که میشه نصفش 15 سانت. دوستان ما 15 سانت اینجا اگه بخوایم علامت بزنم، این خود فیت بدن است. خب باید همین آزادی که من روی بدن داده نصفش باید اضافه کنم. من 4 سانت اضافه کرده بودم، پس نصفش روی کارور اضافه میکنم. کارور زیاد بزرگ نمیخوایم، پس با یک دوم دور کارور رو گرفتم با اضافه 1 سانت عقد دوخت با اضافه 2 سانت آزادی، یعنی نصف آزادی که برای قسمت روی تنه لحاظ کرده بودم نصفش ما برای قسمت کارور اضافه کردم یا تیره پشت. دوستا قسمت دور یقن باز طبق معمول 1/5 دور یقه رو میگیره که 30 سانت دور یقه کودک بوده که تقسیم 5ش بکنیم میشه 6 سانت اینجا علامت میزنیم. دوستا باید داشته باشین که اندازه که بعد اسمه اندازه کیپ است، اندازه آزاد نیست. و دوستان از اینجا اگه ما پایین بودیم، شما اگه کودک دارم مثلا زیر 5 سال است 1.5 سانت بیشتر پایین نیاین، اگه بالای 5 سال است همون 2 سانت بکنه. دوستا این قسمت گرد میکنه و شیب شانه کودک خیلی مهم است که شما این چگونه بعد اسمرین همین قدی که گفتم قد سر شانه تا کمر خیلی مهم است. شما این یک بار که دیدن که ما باسن بعد آوردیم، یک کاربردش و کاربرد دومش کف حلقه رو ما تونستیم توسط همین خط کمر بعد اسمرین و کاربرد سومش است که دوستا خیلی مهم است. شیب شانه برای کودک ها معلوم نیست برای چی کودک چی اندازه‌ای بگیریم، پس قد بالاتنه رو تقسیم 10 میکنیم. 1/10 که میشه من 35 تا بود اما 1 سانت کم نمیکنم، 35 تا اصلی رو میگیرین میشه 3 سانت و نیم. پس ببینید دوستا چقدر راحت است تکنیکی که ما براتون میگم. پس 3 سانت و نیم ما شیب شانه با وجود آمد. این قسمت که حالا پیدا شده شیب شانه ما با قسمت یقه وصلش میکنیم.
دوستا چون شانه تیشرت ما تقریبا 70 است، اصلا لازم هم نیست زیاد بیرون بریم از این قسمت. وسط این دوتا رو پیدا میکنه که کارور ما میشه. این رو میاریم دوستا وصلش میکنه قسمت. دوستا میبینیم به این راحتی قسمت پشت کار ما تشکیل شد. ما خط کردیم. اگه میخواین کف حلقه پایین باشه شما میتونید یک مقدار پایین بدازین، اگر نه همین یک حلقه معمولی رو میته، یعنی تنگ به هیچ جور نمیشه. آزادی خودم داره ولی خب بازم اگه خواستین میتونین تا یکی دوستان بندازین. دوستا ما یک حل آزادی نمیتونم بخاطر میخوایم قسمت پیش کارم قیچی بزنم. پس دوستا ببین دوستا این تکنیک هایی که در قسمت کار کودک میگم حتما یادداشت کنین که خیلی به دردتان میخوره که شما چگونه شیب شانه رو باید دست برین، چگونه قد بلندی باسن باید دست برین، چگونه کف حلقه که خیلی مهم است کوچیک و بزرگ نشه. خب قسمت قیچی زدیم، قسمت پشت کار شد که پشت کار دیگه تغییرات نداره و یکی از اینا رو دوباره تام بزنین. دوستا یک تغییراته که قسمت آزادی که برای یقه میخوایم بتیم، چون کش بافت دوخته میشه یقه کوچیک میشه. گفتم براتون که قسمت پشت کارم باید همزمان با پیش یکی انجام شوه. پس من حدود یه از اینجا تا اینجا یک سان دور دور من خالی میکنم. قسمت پشت کار شد یک سان دور خالی شد. من در قسمت پیش کار، خب پیش کارم که 6 سان گرفته بودیم با اضافه دور مکنه میشه 8 سان اینجا علامت بزنیم. دوستا یه 8 سان رو برین به صورت خب این اصل خود یقمش 1 سان، چون اینجا رو باز کردیم باید اینجا رو 1 سان باز کنیم. پس 1 سان دیگه که رو پایین بندازیم. این میشه داخل یقه ما یا تو یقه میگن یقه کباب میگن برش، حالا هرچی که خودتون به اون وسیله‌ای که دارین استفاده میکنه. دوستا طبق معمول 1 سان باید شانه از اینجا بریم پایین. پس از این قسمت 0 است در قسمت حلقه ای در 1 سان تبدیل میشه و ما قسمت کارور از اینجا شروع میکنیم. بس قیچی 0 است در قسمت 1 سان میرسه. پس دوباره اینجا 0 میشه که دیگه ما براتون دیگه تیشرت ها یاد دادیم. این خط نمیکشم اون تو چشمی قیچی میکنم. دوستایی هم از پیش کار ما هیچ فرق با اودی نداره. شما فقط جیب اضافه کنه میشه اودی. خب از پیش و پشت انجام داده. میرسیم قسمت آستین. قسمت آستین دوباره پشت ما لازم دارم. پشت کار دوستا تا بزنن که اگه آستین اسپورت ما برش بزنه. پس این شد سر شانه ما. از خطکش استفاده کنن. خطکش به یارت با شیب شانه راستش بکنن. پارچه که دارن پارچه را از قسمت رایش تا بزنن
پارچه رو چقدر دوستا تا بزنین من براتون حالا میگم. پارچه رو اندازه کف حلقه است که دوستان اضافه تر تا بزنین. دوستا من اینجا رو اندازه میگیرم، به شرط لازم داره این رو صاف که این رو با این حالت کج خط کش کسته من بالاتر میرم. یک مقدار دوستا باید روی هم قرار بگیرن. پس سر شانه رو باید شما با خط کش هم تراز بکنن به این حالت. خب تا کارو رو صاف میین، از کارو به بعد این رو میرین حالت ببین دوستا آستین که بر تیشرت دودی یا مثلا کارهای اسپورت استفاده میکنن چقدر آسان راحت است. خب اینجا اصلا دور بزرگ لازم نمیشه و در لذی که چون یک کار آزاد است که خود تنه کار بردارن از قسمت سرشونه شما یک سانق دوخته بکشین بیرون. این طور اندازه بزنین که نه تنه خورد بخوره نه آستین خورد بخوره. حالا آستین هم اگه یک نیم سان اضافه گرفتن خوبتر میشه. پس ببین تاج آستین یا کلگی آستین اینجا شکل گرفت دوستا، دیگه با خود تنه کار نداره. میم دوباره قد آستینی که شما مورد نظرتان است من 45 تا 45 تا رو در نظر گرفتیم. 45 علامت میزنم. بعد میره گونیا میکنم که دم مچم شکل بگیره تشکیل میشه دوستا. بعد اندازه مچ شما دوستا باید اضافه کنین. من حدود 13 سم در نظر گرفتم که حتما دوستا خب شما حدود مثلا 3-4 سم ازش کم میکنن که به این حالت کشباف اضافه میشه. کشباف هم درسته یک سان نمک دوخت میتین که آستینتون در قدیم میشه. پس فعلا ما آموزش کشباف نداریم، همین آموزش ساده است که براتون توضیح دادم. این رو با خط کش به هم دیگه وصل میکنن. وسط آستین هم یک نیم سان اگر داخل به صورت که در تصویر میبینین هلال کنن نشسته کارتون خوب میشه. دوستا ما این موچه که توضیح دادیم کار نداریم، فقط فعلا قسمت خود آستین است. دوستان علامت چرت وسط کار حتما باید بزنین یادتان نره. دوستان عزیز بعد از این که این کار انجام دادیم خب باید یک جفت آستین دیگر هم بگیریم. میتونن پشت پیش بتین، میتونن اصلا پشت پیش نتین. دوستان میبینین چه خوب یک آستین استاندارد برام داده. دوستان عزیز اگه کانال ما را بیننده هستین میبینین دنبال میکنن لطفا سابسکرایب کنن و با دوستانتون به اشتراک بانین. دوستان خیاطی که دارین، کسایی که یا دوستان خیاطی رو یاد بگیرن به صورت حرفه‌ای کانال ما رو برش معرفی بکنن تا کانال رشد بکنه و چیزای بیشتر آموزش بدیم و او زنگوله بغل صفحه رو فعال کنن تا آموزش‌های ما با زودترین فرصت به دست شما برسه. دوستا خب ببین پارچه‌ای که داریم تقریبا همش استفاده شده. من فقط یک سون پشت پیش میتونم برش دیگه کنم، تغییر دیگه نداره دوستا. چرت میزنم دوستا. یک چرت دیگه هم در قسمت پیش کار میزنم دوستا. چرت فلسفه شما براتون بگم. چرت در خیاطی خیلی معنی ها داره. شما چرت با چرت در حقیقت راهنمایی است که برشکار روی الگو میزنه و چرخکار با مو راهنمایی ها میتونه یک کار سالم بسازه که خیلی مهم است که چرت ها رو بدونن که چرت ها چی کار بردایی داره. کاری که چرت هایش سر جایش نیست دوستان نکات خیلی مهم است. این کار اگر در قسمت تولید یا شخصی دوزی باشه اصلا کار خوب از رخ در نمیه و چرخکار بنده خدا هم زمانی که کار باز میکنه و برای مثال من این چرت که زدم خود کاربردش است که یعنی سرشانه دقیقا اینجا قرار بگیره.
و این چرا زدم به خاطر که یک سال من پیش کار خالی کردم. خب قسمت پشت بازو پرتر است که ما خوبی پوری خود داره و قسمت پیش بازو یا جلو بازو خالی تر است که ما چرت دادیم. پس چرخکار خیلی راحت. خب چرخکار باید اینا رو بدونه، وظیفه برشکار است که بر چرخکار بگه که آقا این چرت که ما دارم پیش کارم است، قسمت سر شانه است. حالا این چرت ها میتونه در جای مختلف باشه و کاربردهای مختلف داره و خیلی کمک میکنه دوستایم از مبحث چرت ها. و در قسمت شما پارچه کش سانتی اگه میخواین برای دم مچ بدوزین که حتما باید بگیرین، چون این مدل پاییزه یا زمستان هست. اگه حتما من کش باف برش میگیرم میدوزم میره. خب شما هرچی که اینجا هسته حدود 5 سان کوچیکتر میگیرین، بعد پهناشم که دلا میگیرین. اگه 5 سان در نظر باشه باید شما 10 سانتش کنین، 10 سانتم که عقدوختش هم اضافه کنین که میشه حدود 12 سان که از عرض آستین هم حدود 4-5 سان کوتاه کنن میشه کشواف آستین. و قسمت پایین کارم شما دوباره پهناش باید با دم مچ همخوانی داشته باشه که هم 12 سانت میگیرین. دوباره این بین 7 تا 10 سان کشوافش کوچکتر گرفته میشه تا جمع کنه. بعد سلیقه‌ای است، شما اگه میخواین زیاد جمع کنه خب میتونین تا 10 سان بگیرین، اگه میخواین نورمال باشه اما 7 سان خوب است که کش یک مقدار جمع کنه. اصلا کاربردش هم هموسته که باید پایین کار یک مقدار خودشه و با کش جمع کنه. دیگه پهن باریکیش هم سلیقه‌ای است که شما میتونن کش استفاده خیلی باریک اصلا استفاده نمیکنن، خیلی پهن هم نیست، تقریبا بین 4 سان داریم الا 6 سان که شما میتونن 4-5 یا 6 یکش انتخاب کنن پهنایش تا یک تیشرت داشته باشین. و در قسمت یقه شما پیش کار با پشت کار دور با متر استاده اندازه میزنین. البته بعد از اینکه درز سرشانه‌اش گرفتین یا مثلا عقد دوختشون در نظر بگیرین، بعد هر چقدر شد شما همه نوار که دور یقه میدازین، نوار یقه برعکس دم مچ و دم پا باریک است، معمولا 3 سانت است، 2.5 سانت است، 2 سانت است. خب شما پهنایش که مثلا اگه 2 سانت باشه در حقیقت میشه 4 سانت، 2 سانت عقد دوخت 6 سانت میگیرن. و در قسمت چیش حدود دور شما 4 الی 5-6 سانت که پارچه کشباف کوچکتر بگیرین، یقیتان خیلی قالبی روی بدن خوب میشینه، دیگه هیچ لقی برتان نمیته. زیاد از او کوچکتر نگیرین که یقه کوچیک میشه و دور یقهتان خورد ایجاد میشه. اگه شما حتی برابران بگیرین 2 سانت حتی باز کشباف کوچکتر بگیرین، مشکل دیگه که ایجاد میشه بعد او زمان همین کشبافتان لقی میزنه. پس شما از 4 سان به بالا میتونن همین کشی که دور یخر اندازه زدن کمتر بگیرن، 4-5-6 سان خوب میشه. ولی خب از 6 سان هم زیاد نگیرین که دوباره کارتون به مشکل میخوره. دوستان عزیز، این بود آموزش امروز ما. خدا کنه براتون مفید واقع شده باشه. تا یک آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.